از خداوند متعال لا فتا الا علی لا سیف الا ذو. هیچ جوان مردی مثل تو علی نیست. چقدر تو مرام داری علی. فتا یعنی جوان مرد با مرام، مرد. دنیا علی است، عقبا علی است، قرآن همش یک یا علی است. و دین الحق یعنی ولایت امیرالمومنین. برو زندگیشو نگاه کن ببین کاخ خضرا درست کرد مثل معاویه، یا وقتی خلیفه شد هنوز که هنوز تاریخ شبیهشو ندیده. میگه تو جنگام نفر اول بود، کاشف الکربن بچه نبی بود، هر جا غم به چهره پیامبر این میرفت. خیبر این شکست، بعد احد، خندق، حنین، همه جایی که فرار کردن نفر اول وایساد. تو قضاوت میگه علمش از همه بیشتر بود. در جا گیر میکردن خود اینا 60-70 جا گفتن لولا علی لهلک فلانی. اگه علی نبود ما هممون هلاک شده بودیم. گیر میکردیم بازم میرفتیم سراغ خودش. حقشو خورده بودیم، زنشو کشته بودیم، اما میرفتیم مسائل تفکیک میکرد از هم. میگفت سوال دارید جوابتو میدید. عین حق بود. علی مع الحق و الحق مع علی. سعه سیاسی امیرالمومنین احد الناسی نداشت. فوش بهش میدادن جلوش تو روش. حضرت میفهم حاکم بودا، میفهمود که هنوز که شمشیر دست نگرفته. زندانای امیرالمومنین پر آدم مفسد اقتصادی بود، کسی دیگه اونجا نمیدیدی. تکنار نشدن امیرالمومنین. قال النبی پیامبر فرمود گفت باید به دور علی بچرخید. حج داره علی، به دورش بگردید، نگاش کنید. فریضه است، مثل نمازه، واجبه بر شما دورش چرخیدن. تشبیه علی علیه السلام به کعبه هم یعنی همینه، یعنی محور و مدار زندگی توحید او بود. برای همین لا اله الا الله و اشهد ان ولی یکی